علیرضا، تو اخراج شدی. یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیار. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن. نمیتونیم داداش. در 25 می سال 2022 زمانی که فیلم برادران لیلا سعید روستایی 34 ساله برنده جایزه فدراسیون بین‌المللی فیلم کن شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد این فیلم قبل از اکران در ایران توقیف بشه. البته این فیلم به صورت قاچاق در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مردم تونستن به راحتی این فیلم رو در دسترس داشته باشن. کادو اول عروسی کم پولی نیستا. خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه سعید روستایی فیلمسازی رو از سال 90 با فیلم کوتاه شنبه شروع کرد. ولی در سال 94 تونست با فیلم ابد و یک روز 9 سیمرغ بلورین از 34مین جشنواره فیلم فجر رو دریافت کنه و خودش رو به عنوان یک فیلمساز جوان در بین هنرمندان مطرح کنه. متری 6.5 در سال 97 پرفروشترین فیلم غیر کمدی تاریخ سینمای ایران شناخته شد و در اوج بودن سعید روستایی رو تضمین کرد. فیلم برگزیده تماشاگران در 37مین جشنواره فیلم فجر. 5 سال عمرمو گذاشتم پاش. من میدونم با یکی دیگه است. بسیاری از تحلیلگران تمام آثار سعید روستایی رو سیاسی میدونن. اینکه سعید روستایی با کمک بازیگران حرفه‌ای اوضاع نابسامان جامعه رو به تصویر میکشه و در ژانرهای مختلف این موضوع رو مطرح میکنه، از نظر منتقدین سیاسی بودن این فیلم ها هست و همیشه مخاطبین شیفته فیلماش شدن و البته انتخاب لوکیشن و میزانسن در این موضوع بی تاثیر نیست. عده‌ای بر این باور هستند که فیلم متری 6.5 به خاطر موضوعی که داشته و با توجه به حجم همکاری‌هایی که با فیلمساز شده یک نوع فیلم سفارشی تلقی میشه. اینکه یه فیلمساز جوان چطور میتونه این حجم از امکانات رو برای ساخت یک فیلم در اختیار داشته باشه همیشه جای سوال بوده، اما سعید روستایی در کل تونست این فیلم رو به خوبی بسازه و بسیار هم مورد توجه تحلیلگران و همچنین مخاطبان قرار گرفت. روستایی تونست ارتباط خوبی بین کاراکتر اصلی فیلم ناصر خاکساد و همچنین مخاطب برقرار کنه. ناصر خاکسادی که تولید و پخش کننده مواد مخدر بوده، بسیار قسی القلب بوده و اتفاقات خیلی بدی رو رقم زده برای جامعه خودش، اما مخاطب حتی از اعدام و مجازات اون هم ناراحت میشه. و اما برادران لیلا که به نظر میاد حمایت کافی رو برای ساخت نداشته. اینو میشه در انتخاب لوکیشن ها و همچنین میزانسن و فضاهای داخلی دید. به باور تحلیلگران نوک پیکان در این فیلم به سمت حکومت و سیاست هایی هستش که در جامعه باعث نابسامانی ها و ناهنجاری ها شده. سعید روستایی مشکلات اقتصادی رو بسیار پررنگ در این فیلم نشون داده. مشکلات اقتصادی که فقر مالی، فقر فرهنگی و همچنین از بین رفتن هویت رو به دنبال داشته. البته با توجه به انتقادهایی که به این فیلم شده، به گفته جواد نوروزبیگی تهیه کننده این فیلم، اتهام اقدام علیه نظام بهشون نسبت داده شده که باید پاسخگوی این اتهام هم باشن. و در اینجا میپردازیم به نشانه هایی از فیلم برادران لیلا. فیلم با صحنه شروع میشه که سعید پورصمیمی، پدر خانواده، یکی از بزرگان فامیل که به دلایلی در سالهای گذشته منزوی شده، در یک جمع خانوادگی راه داده نمیشه و در همون لحظه قارداشعلی رقیب سرسخت اون در رو به روی اون میبنده و با بسته شدن این در تمام امیدها برای رسیدن به اون جمع از بین میره. در فیلم پدرخوانده 1 زمانی که کی پشت در بود و میخواست وارد اتاق مایکل کورلئونه بشه، در اتاق بسته میشه و کی متوجه میشه که دیگه در اون جمع جایی نداره و خودش رو دور و غریب میبینه. یادآوری زیبایی بود و فیلمساز با ظرافت تونست این کار رو انجام بده. من 50 سال پسر این آدمم، نیم قرنه. در قسمتی از فیلم آقای فرهاد اصلانی تیشرتی بر تن داره که لوگو کارخونه ارج روی اون هست. خب به چی میخواد اشاره کنه؟ کارخونه ارج بیش از 86 سال قدمت داره و نماد صنعت ایران بوده که بنا به دلایلی در سال 95 برای همیشه تعطیل شد. ورشکسته شد.
خب با این کار میخواد فروپاشی این خانواده هم نشون بده، اینکه این خانواده هم ورشکسته شدن و به زودی ما شاهد فروپاشی اونها هستیم. هر وقت در این فیلم صحبت از گرانی، تورم و همچنین افزایش قیمت دلار و سکه میشه، ما میبینیم مثلا در یک گوشه‌ای در تلویزیون تصویر ترامپ هستش به عنوان رئیس جمهور آمریکا که یه سری تحریم‌ها رو برای ایران اعمال کرده. خب داره نشون میده که این گرونی‌ها، آشفتگی بازار ربط پیدا میکنه به مناقشات سیاسی، اینکه تحریم‌هایی که اعمال شده و ایران رو تحت فشار گذاشته مستقیما مردم در کف خیابون‌ها در جامعه اونو لمس کرده. سکه دونه 5 میلیون. نه بابا حبابه. یعنی من 10 روز فقط وقت دارم که یا 915 تا پراید تحویل بدم یا 106 میلیارد و 140 میلیون تومان پول جور کنم بدهی مردم بدم، تازه اگه بالاتر نره قیمتی که هر روز داره میره. البته آقای مسعود فراستی هم در یک نقد 45 دقیقه‌ای که قسمتی از اون در یوتیوب هستش کاملا این فیلم رو نقد کردن و یک طرفه، ولی با نکات بسیار جالب. اینکه تعداد 40 تا سکه رو انتخاب کردن برای یک هدیه، عدد 40 نماد چی میتونه باشه در این فیلم، اینکه یک پدر خانواده‌ای مستبد هست و میتونه چقدر قشنگ خانواده‌اش رو نابود کنه به خاطر استبدادی که داره، به خاطر لجبازی که با اونها میکنه. اگه دقت کرده باشین در این فیلم ما 4 نوع آدم داریم. یک پدر خانواده به عنوان یک فرد مستبد، 2 مادر خانواده که کورکورانه از پدر تبعیت میکنه و هیچ چیزی هم متوجه نیست و به هیچ حرفی هم گوش نمیده. فرزندان به 2 قسمت تقسیم میشن. علیرضا یکی از پسرها اعتقاد بر این داره که حتی اگه پدر اشتباه هم میگه باید بهش احترام گذاشت، ولی 3 فرزند دیگه کاملا بر این باورن که پدر زندگی اونا رو نابود کرده و باهاش مبارزه میکنن. در این مبارزه بهش دروغ میگن، کلک میزنن، حتی دزدی میکنن از پدر فقط برای اینکه باهاش مقابله کنن، چون بر این باورن که تصمیمات پدر بوده که زندگی اونها رو نابود کرده. ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن. در کل فیلم برادران لیلا یکی از ساخته‌های سعید روستایی که فکر می‌کنم آخرین ساختش هم باشه تا به امروز، تونست مورد استقبال بسیاری از تحلیلگران، منتقدان و مخاطبین قرار بگیره. خب بله، انتقاد بر این شده که این فیلم به خانواده توهین کرده به خاطر الفاظی که به کار برده و یا برخوردهایی که بین فرزند و پدر وجود داشته میتونست اینطور ساخته نشه، ولی خب به هر حال تصمیمی بود که فیلمساز گرفته بود و جدا از انتقادهایی که بهش شده از نظر فنی فیلم خوش ساختی هستش. توصیه میکنم در یه فرصت مناسب به دور از تمام این صحبتایی که شد این فیلم رو حتما ببینید و خودتون قضاوت کنید. ممنونم. من با نگاه به تیوی میخوام 3 2 1 اکشن.